همروزه در گذرگاه مرزی قرقیزستان و ازبکستان هزارها نفر جمع می آیند. اکثریت آنها با بارخلطه‌های بزرگ به اینجا آمدند. آنها تاجرانی هستند که از بازار قرسوی قرقیزستان به ازبکستان مال میبرند. یک تجارت خرد باز کردم. در 2 روز 1 مرتبه به قرقیزستان رفته از آنجا کاسه و طبق چینی میبیارم. بعدا در گذرگاه قرقیزی 6 ساعت منتظر میشوم. خوب میشد که گذرگاه بیشتر باشد. مسئول گذرگاه مرزی دوستوگ میگوید محض همین تاجران خرد سبب تنبه زدن مردم در سرحد میشوند. گذرگاه دوستوگ در یک روز توان قبول 7000 نفر را دارد، ولی هر روز به اینجا تا 12000 آدم می آید و تجمع آنهایی که می خواهند از مرز بگذرند پیوسته می افزاید. ولی ساکنان محلی که همه روزه مرز را عبور میکنند میگویند تنبه زدن مردم به نفع مسئولان است. از این رو برای راه اندازی قانونی عبور و مرور سرحد هیچ اقدام نشان نمیدهند. بر عوض پول آنها برای عبور بینوبت مرز اجازت میدهند. نقلیات نرخ الهیده دارد، راهگذر نرخ دیگر. اساساً این کار را میانه روها میکنند. آنها 300 سوم طلب میکنند. کورپسیا رشد میکند. ماه سپتامبر سال 2017 ازبکستان محدودیت عبور مرز با قرقیزستان را بیکار کرد. 85% عبور و مرور مرز میان دو کشور طریق گذرگاه دوستوگ انجام می شود که در آن در یک وقت 10 اتاق گمرکی فعال می باشد.